داستان علی بابا و 40 دزد بغداد. در زمانهای بسیار دور مردی به نام علی بابا که هیزم شکن فقیری بود در نزدیکی بغداد زندگی می کرد. روزی علی بابا در حال جمع کردن هیزم در جنگل بود که ناگهان صدای پای اسب‌هایی را شنید. خودش را پشت یک درخت پنهان کرد و دید که 40 سوار با اسب‌های سریع و لباس‌های سیاه جلوی صخره‌ای بزرگ ایستادند. یکی از آنها که رهبر گروه بود جلو آمد و فریاد زد: باز شو، سسمی. به محض اینکه این کلمات را گفت، سنگ بزرگی کنار رفت و غاری بزرگ نمایان شد. سواران به ترتیب وارد غار شدند و در داخل آن ناپدید شدند. علی بابا با دقت هر لحظه را تماشا کرد و منتظر ماند تا آنها از غار بیرون بیایند. پس از چند دقیقه سواران بار دیگر از غار بیرون آمدند. رهبرشان دوباره گفت: بسته شو، سسمی. و سنگ غار به جای خود بازگشت. 40 دزد با اسب‌هایشان دور شدند و در اعماق جنگل ناپدید شدند. علی بابا که از آنچه دیده بود هیجان زده و کنجکاو شده بود، از مخفیگاهش بیرون آمد و به سمت صخره رفت. همان گونه که از رهبر دزدان شنیده بود با صدای بلند گفت: باز شو، سسمی. سنگ کنار رفت و غار پر از طلا، جواهرات و اشیای قیمتی نمایان شد. علی بابا با حیرت به این گنج عظیم نگاه کرد و با خود فکر کرد که مقداری از آن را بردارد تا به زندگی ساده و فقیرانه اش رونق بخشد. او چند کیسه طلا را برداشت و با خوشحالی به خانه برگشت، بی آنکه به کسی از این راز شگفت‌انگیز چیزی بگوید. اما قصه به اینجا ختم نشد. برادر علی بابا، قاسم، وقتی از ماجرا باخبر شد طمع کرد و تصمیم گرفت تا خودش نیز به غار برود. او فراموش کرد کلمه جادویی را درست بگوید و در داخل غار گرفتار شد. در نهایت دزدان متوجه حضور او شدند و او را به هلاکت رساندند. بعد از مدتی دزدان که از وجود کسی مطلع شدند که به گنجینه آنها دست یافته است، تصمیم گرفتند علی بابا را بیابند و او را از بین ببرند. اما در این میان خدمتکار باهوش و زیرک علی بابا به نام مرجانه نقشه شوم دزدان را کشف کرد و با تیزبینی خود یکی پس از دیگری دزدان را فریب داد و از بین برد. او در پایان داستان با تدبیر توانست علی بابا و خانواده اش را از خطر نجات دهد و گنجینه را از دزدان حفظ کند. داستان سندباد و دیو دریایی. سندباد که تاجر و دریانوردی جسور بود، روزی در یکی از سفرهای خود همراه با دیگر ملوانان در میان دریاهای ناشناخته گرفتار طوفانی سهمگین شد. موجها کشتی را به جزیره اسرارآمیز پرتاب کردند و آنها مجبور شدند پیاده شوند. جزیره بسیار زیبا و پر از درختان میوه و چشمه‌های خنک بود و سندباد و دوستانش با خوشحالی مشغول استراحت و جمع‌آوری غذا شدند. در حالی که سندباد و همراهانش مشغول لذت بردن از آرامش جزیره بودند، ناگهان صدایی مهیب به گوششان رسید. وقتی به سمت صدا برگشتند با دیوی عظیم و جثه روبرو شدند که از دل صخره‌ها بیرون آمده بود. این دیو چشم‌های آتشین، دندان‌های تیز و قامتی بلندتر از درختان نخل داشت. او با خشمی بی‌نهایت به آنها نگاه می‌کرد و در یک حرکت چند نفر از ملوانان را گرفت و به آتش کشید. سندباد که از این صحنه وحشت زده شده بود می‌دانست که اگر زودتر فکری نکند همه آنها کشته خواهند شد. پس در سکوت به نقشه‌ای فکر کرد. او به آرامی باقی مانده ملوانان را کنار کشید
و به آنها گفت که باید راهی برای فرار پیدا کنند. دیو هر شب به همان نقطه‌ای که آنها حضور داشتند باز می‌گشت و از میانشان قربانی می‌گرفت. سندباد تصمیم گرفت از شعله آتشی که دیو برپا کرده بود استفاده کند. شب بعد او و همراهانش چند چوب را آغشته به روغن کردند و آماده حمله به دیو شدند. وقتی دیو مشغول استراحت شد، سندباد و دوستانش با چوب‌های آتشین به چشمان او ضربه زدند و دیو با فریادی از درد به زمین افتاد. دیگر زمانی برای تلف کردن نبود و سندباد و همراهانش به سرعت به سمت ساحل دویدند و قایقی ساختند تا از آن جزیره هولناک فرار کنند. در حالی که آنها در دریا به سوی امنیت پارو می‌زدند، فریادهای دیو از دوردست همچنان شنیده می‌شد. داستان تاجر و جن. در زمانهای بسیار دور تاجری بود که در سرزمینهای دوردست سفر می‌کرد. روزی که از یک سفر طولانی باز می‌گشت، تصمیم گرفت در کنار یک نخلستان استراحت کند. از اسبش پیاده شد، به کنار یک چشمه رفت و برای رفع خستگی نان و خرما از توشه اش درآورد و مشغول خوردن شد. همین که هسته خرما را به کنار انداخت، ناگهان زمین به لرزه درآمد و غباری غلیظ در هوا پیچید. تاجر با ترس و شگفتی به اطراف نگاه کرد و ناگهان دید موجودی عظیم الجثه و وحشتناک از دل غبار بیرون آمد. این موجود یک جن بود که از شدت خشم چشمانش آتشین می درخشید. جن به سمت تاجر آمد و با صدای بلند فریاد زد: چرا به من آسیب زدی؟ به خاطر کاری که با من کردی حالا باید بمیری. تاجر با وحشت و تعجب گفت: اما من هیچ کاری نکرده ام، حتی نمیدانم تو کی هستی. جن با خشم ادامه داد: تو هسته خرما رو به سوی من پرت کردی و مرا کشتی. حالا باید جانت را بگیریم تا انتقام بگیرم. تاجر که مرگ را نزدیک میدید به سرعت به فکر افتاد. او به جن گفت: خواهش میکنم به من کمی فرصت بده تا وصیت‌نامه ام را بنویسم و بدهی‌هایم را بپردازم و بعد از آن خودم به اینجا باز میگردم و تو میتوانی جانم را بگیری. جن با لحنی سنگین و مشکوک گفت: چطور میتوانم به تو اعتماد کنم؟ اگر برنگردی چه؟ اما تاجر با اصرار و خواهش‌های بسیار توانست رضایت جن را جلب کند. او قسم خورد که بعد از 1 سال برگردد. جن به ناچار پذیرفت و به او اجازه داد تا برود. تاجر به خانه برگشت و 1 سال را با نگرانی و اندوه سپری کرد. وقتی زمان مقرر رسید، با وجود ترس و وحشت فراوان دوباره به همان نخلستان برگشت. جن با دیدن او شگفت زده شد و گفت: تو برگشتی؟ اکثر انسان‌ها از عهد خود سر باز می‌زنند، اما تو بازگشتی. تاجر گفت: من به قولم پایبندم. حالا که آمده ام تا به سزای کارم برسم. جن که از صداقت و شجاعت تاجر متعجب شده بود، لبخندی زد و گفت: به خاطر پایبندی تو به قول و شرافتت تو را میبخشم. برو و زندگیت را ادامه بده. تاجر با چشمانی اشکبار و قلبی سبک از جن تشکر کرد و به خانه اش بازگشت. این تجربه به او درس‌های بزرگی در مورد صداقت، وفاداری و شرافت آموخت. داستان حکیم جوان و غول در بطری. روزگاری تاجری جوان و کنجکاو به نام حکیم در بازار قدیمی بغداد مشغول خرید و فروش بود. روزی در میان خرت و پرت‌های قدیمی بازار چشمش به یک بطری کوچک و عجیب افتاد. بطری کهنه و زنگ زده بود و به نظر می آمد که سالها کسی به آن دست نزده است. حکیم از روی کنجکاوی آن بطری را خرید و به خانه اش برد. شب هنگام وقتی در خانه تنها بود،
تصمیم گرفت که بطری را از نزدیک بررسی کند. همین که درب بطری را باز کرد، ناگهان دود غلیظی از داخل آن بیرون زد و به سرعت در فضای اتاق پخش شد. دود کم کم شکل گرفت و به موجودی عظیم و جثه تبدیل شد. غولی که هیبتی ترسناک داشت و چشمانش از خشم برق میزد. غول که آزاد شده بود با فریادی بلند به حکیم گفت: ای انسان، به خاطر سالها اسارت در این بطری تصمیم گرفتم هر کسی که مرا آزاد کند از او انتقام بگیرم. حالا وقت انتقام من است. حکیم که از دیدن این صحنه وحشت زده شده بود، بلافاصله به فکر چاره‌ای افتاد. او که زیرکی و هوش خاصی داشت، کمی به غول خیره شد و گفت: بسیار خوب، اگر قصد کشتن مرا داری، من حرفی ندارم، اما راستش را بگو، چطور یک موجود بزرگ مثل تو در این بطری کوچک جا شده بود؟ غول که به شدت مغرور بود میخواست قدرت خود را به رخ بکشد. گفت: چطور جرأت میکنی به قدرت من شک کنی؟ برایت ثابت میکنم که چطور در این بطری جا شده بودم. بلافاصله دوباره به دود تبدیل شد و به داخل بطری برگشت تا به حکیم نشان دهد که چطور درون بطری زندانی بوده است. به محض اینکه غول به بطری برگشت، حکیم درب بطری را محکم بست و آن را مهر کرد. سپس با خیال راحت لبخندی زد و گفت: حالا دوباره درون بطری زندانی شدی. بهتر است کمی به اعمالت فکر کنی. غول که دوباره درون بطری اسیر شده بود، با التماس از حکیم خواست که او را آزاد کند و قول داد که هیچ آسیبی به او نرساند. حکیم اما با احتیاط گفت: فقط اگر قول بدهی که دیگر به کسی آسیب نرسانی و نیکی پیشه کنی، تو را آزاد می کنم. غول به ناچار قسم خورد که هرگز آسیبی به او نرساند و حتی به او کمک کند. حکیم سرانجام با اطمینان از این قول درب بطری را باز کرد و غول را آزاد نمود. غول که این بار با سپاسگزاری از بطری بیرون آمد، به حکیم هدیه‌ای جادویی داد که او را در تمام تجارت‌ها و سفرهایش خوشبخت و موفق می‌کرد. سپس از او خداحافظی کرد و در میان باد و دود محو شد. داستان 3 سیب. در یکی از شب‌های 1001 شب، شهرزاد قصه‌ای متفاوت و معمایی را برای شاه شهریار تعریف کرد. داستان 3 سیب. روزی خلیفه بغداد هارون الرشید از وزیر خود جعفر درخواست کرد که برایش داستانی جذاب و تازه بگوید. جعفر اما که خود درگیر ماجرایی پیچیده شده بود، به خلیفه گفت که داستانی واقعی برایش دارد. ماجرا از اینجا آغاز شد که روزی ماهیگیری که در رودخانه دجله تور انداخته بود، به جعبه‌ای چوبی برخورد کرد که در آب گیر کرده بود. وقتی آن را باز کرد، با جسد زنی زیبا روبرو شد که در کنار او 3 سیب و 1 چاقو قرار داشت. ماهیگیر با وحشت جعبه را به داروغه شهر تحویل داد و خیلی زود خبر به جعفر و از آن طریق به گوش خلیفه رسید. خلیفه که از شنیدن این ماجرای غم‌انگیز و عجیب متأثر شده بود، به جعفر دستور داد تا قاتل را پیدا کند، وگرنه به سختی مجازات خواهد شد. جعفر که هیچ سرنخی نداشت، شروع به پرسجو کرد و سرانجام سرنخی یافت که او را به شوهر زن کشته شده رساند. مرد با چشمان گریان داستانی را تعریف کرد. زن او بسیار مهربان و زیبا بود. روزی که بیمار بود، شوهرش برای خوشحالی او و بر اساس آرزویش تصمیم گرفت از بازار 3 سیب برایش بخرد. پس به بازار رفت و با زحمت زیاد 3 سیب زیبا یافت و آنها را برای همسرش آورد. چند روز بعد در بازار بود که غلامی با 1 سیب در دست به او نزدیک شد و با لبخندی گفت: این سیب را از زن تو خریده‌ام. مرد که از غیرت و خشم لبریز شده بود، بی آنکه حقیقت ماجرا را بداند،
به خانه برگشت و با همسرش روبرو شد. او را متهم کرد که به او خیانت کرده و در نهایت با چاقویی که در دست داشت او را به قتل رساند و جسدش را در جعبه‌ای گذاشت و به رودخانه انداخت. اما بعد از اینکه به حقیقت ماجرا پی برد و دانست که غلام با دسیسه و دروغ قصد اذیت او را داشته، به شدت پشیمان شد. جعفر با شنیدن این ماجرا متوجه شد که حسادت و خشم بیجا باعث شده تا مرد دست به چنین گناهی بزند، اما خلیفه همچنان می‌خواست که غلام دسیسه‌گر و فریبکار نیز پیدا شود. سرانجام جعفر با استفاده از هوش و تدبیر خود غلام را نیز یافت و عدالت را اجرا کرد. اما این داستان غم‌انگیز برای خلیفه و وزیر او درسی بزرگ از شتابزدگی و عواقب خشم‌های بیجا به همراه داشت.